سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. این اولین ویدیو بعد از چندین ماه خیلی سخت که توی این چندین ماه اتفاقاتی افتاد، چیزهایی رو تجربه کردیم و به چشم دیدیم که به نظر من نیاز به توضیح اضافه نداره و نمیدونم این دقیقا بار چندمه که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم. شاید 10 بار ویدیو رو ضبط کردم ولی بعد قطعش کردم و پاکش کردم، چون نمیدونم، یا حالا به هر دلیلی نمیخواستم این ویدیو رو بذارم. یعنی دلیلش این نبود که نمیخواستم با مردم همدردی کنم و نه، دلیلش این بود که احساس میکردم خب مردم همه اذیت شدن و اصلا حرف من مهم نیست که بیام بشینم جلوی دوربین چی بگم. و از طرفی هم یعنی یوتیوبر بزرگی نیستم، اصلا نمیشه به من گفت یوتیوبر. من کلا 300K سابسکرایبر دارم و حرف زدن من و یعنی حرف زدن من جلوی دوربین چیزی رو عوض نمی‌کرد. ولی خب تهش به این نتیجه رسیدم که حالا چه کسی این ویدیو رو ببینه چه نبینه، وظیفه من اینه که بیام بشینم و راجع به این اتفاق حرف بزنم و ساده از کنارش نگذرم. و دیگه تهش گفتم دیگه جهنم و ضرر، بیا بشین جلوی دوربین حرفتو بزن و بذار هر کی هر جور میخواد فکر کنه و تو فقط سهمت رو انجام بده که کوچکترین کاری که میتونی بکنی اینه که فقط راجع به این موضوع حرف بزنی، چون این اتفاق و جنایت انقدر بزرگه که آدم نمیدونه باید چی کار کنه. من توی چنلم راجع به جنایت‌ها و اتفاقات ترسناکی که توی اقصا نقاط دنیا میفته حرف میزنم، ولی بعد از این اتفاقهایی که افتاد حقیقتا احساس میکنم هیچی ترسناکتر از زندگی ماها و هیچ جنایتی بزرگتر از چیزی نیست که ما هممون دیدیم و نمیدونم دوباره قراره به چه انگیزه‌ای بیام بشینم جلوی دوربین و راجع به این حرف بزنم که یه نفر اون سر دنیا زده 3 نفر رو کشته. ولی خب یه زندگی پیش میره، جلو میره، چه ما بخوایم چه نخوایم و ما هم مجبوریم باهاش جلو بریم و امیدوار باشیم. یعنی تنها کاری که از دستمون برمیاد و تنها چیزی که ما رو زنده نگه میداره اینه که امیدوار باشیم به آینده بهتر. هرچند که این جمله یه ذره مسخره است ولی خب چه میشه کرد. نمیدونم بعد از این قراره چی بشه، چه اتفاقهایی بیفته، هیچ کدوممون نمیدونیم، ولی امیدوارم هر اتفاقی که میفته به نفع ایران و ایرانی باشه. حقیقتا اصلا حس و حال حوصله ندارم و حقیقتا اصلا حس و حال فعالیت ندارم و خیلی هم مثل منن، یعنی فقط من نیستم. و هرچند من حوصله فعالیت داشته باشم و نداشته باشم چیزی رو عوض نمیکنه، چون آدمای زیادی هم منو دنبال نمیکنن که بگم واو الان من فعالیت نکنم طرفدارام ناراحت میشن. نه ولی چه میشه کرد؟ میگم دوباره دیگه زندگی چه ما بخوایم چه نخوایم راه خودشو میره و ما هم مجبوریم پا به پاش ادامه بدیم. یه ذره الان معذبم جلوی دوربین، چون اولین بارم اومدم نشستم جلوی دوربین و دارم راجع به احساساتم حرف میزنم، راجع به خودم حرف میزنم. چون میدونین ویدیوهای من یه جوریه که من میام میشینم جلوی دوربین و یک داستانی رو تعریف میکنم، یک اتفاقی رو تعریف میکنم و میرم و هیچ وقت اصلا فرصت این پیش نمیاد که من خودم باشم و خیلی سعی میکنم و خودم باشم، ولی انگار یه چیزی جلوم رو میگیره و اینطوریه که تو اگه خودت باشی مردم قرار نیست ازت خوششون بیاد. پس فقط ویدیو تو بساز، داستان تو بگو و دیگه کاری نداشته باشی چه اتفاقی میفته. بذار مردم اگه قراره لذت ببرن از داستان لذت ببرن و اگه قراره بدشون بیاد دیگه بدشون میاد، دیگه میخوای چیکار کنی. و آره دیگه بچه‌ها، مراقب خودتون باشین، خیلی خیلی مراقب خودتون باشین. ما طی این مدت آدم‌های عزیز زیادی رو از دست دادیم. همین الان که ما آنلاین شدیم هممون دوباره، خیلی‌های دیگه
دیگه آنلاین نشدن و فرصت زندگی ازشون گرفته شد و خواهش میکنم شما مراقب خودتون باشین، حداقل به خاطر خانواده‌هاتون هم که شده مراقب باشین. خیلی دوستتون دارم، خیلی زیاد دوستتون دارم و خداحافظ.